وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 سپتامبر از آشکار شدن دو جنایت مدهش قتل فرزند خردسال با دست پدر و سوء قصد به جان یک پسر اوگای از جانب معاینده‌اش خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، مرد 44 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 244 و 307 علاوه 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم دزدی و تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی سود شده است. 11 ماه سال 2020 تخمینا ساعت 12:50 در خانه استقامتی به اجاره گرفتهش در شهر خوجند نسبت فرزند 3 ساله شبهه پیدا میکند که این کودک فرزند او نمی باشد. در این زمینه نسبت به فرزندش نفرت پیدا کرده کودک را لطکوب نموده در آخر او را با دستانش بوغی کرده به هلاکت رسانیده است. سپس تخمینا ساعت 2 شب 12 ماه سال 2020 جسد خردسال را به زمین‌های بیکار خوابیده دهه اوچکبوغ نویه باباجان غفورов برده پرداخته از جای حادثه غیب زده است. گفته می شود در گزارش رسمی وزارت کارهای داخله اوید به این حادثه بر اساس قسم دویم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانون برای کشتن کودک خردسالی که در حالت عاجز قرار داشته از خود حمایت کردن نمیتواند همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد و تا حکم قتل را پیش بینی میکند. ولی از سال 2004 صدور و اجرای حکم قتل در تاجیکستان تحت مراتوری قرار دارد. وقتهای آخر در جامعه تاجیکستان در پس منظر افزایش جنایت‌های سنگین به ضد حیات و دخل‌ناپذیری کودکان طلب در مورد چنین جنایت‌ها برقرار کردن حکم قتل زیاد بلند می شود. بنا به خبر دیگر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، کارمندان میلیس زن 37 ساله ساکن نویه باباجان غفورov را همچون گمانبر در قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کردند. نام برده روز 18 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 15:00 در خانه استقامتیش از سبب مناقشه به میان آمده با فرزند اوگایش نابالغ 16 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال کرده با کارت یک مرتبه به شکمش زده به سلامتیش جراحت جسمانی رسانیده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جراحت برداشته نابالغ ضرر وزنین به سلامتی منسوب می باشد. گفته می شود در گزارش وزارت کارهای داخله نسبت به این زن بر اساس قسم دویم ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به این زن بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند.